هر وقت که الله حکم خانوادگی را به تفصیل بیان کرد، نظمی که در بین افراد خانواده نظم میاد، محبت می باشد، به خاطر اصلاحش الله متعال به خاطر یک جامعه فاضل و زیبا احکام بیان کرد. عالم میگه که اینمی احکام قوانین جامعه شما را منظم میسازه، خوشبخت میسازه، قصاص و اینا امنیت است. پس به خاطر حفاظت از این جامعه شما چی بکنین؟ جهاد و قتال، قوت نظامی تشکیل بتین که کافرها اینمی نظام شما را برهم نزنه. همی قوانینه اگر شما قوت نداشته باشین باز خرابتان میکنه. حال مسئله قتال بیان میکنه. قتال جهاد دیگه امتا کردن. احکام جهاد به خاطر حمایت عقیده، حفاظت مقدسات، تامین یک محیط صالح برای خانواده مسلمان، حیات زیبا. این وقتی میشه که یک جامعه پاک، یک جامعه صالح باشد، بقا و دوام ازی و بقای حق میشه، حق باقی باشه، انصارش باقی باشد. و می خاطر الله میگه امر به قتال و مثالا را بیان میکند که چگونه امتهای سابقه با وجودی که کم بودن جهاد کردن، الله اونا را نصرت کرد، کفار شکست داد. پس اعتبار برای کثرت نیست، کم کم مردم را الله که غلبه دادگیست. این را بیان میکنه. بزدلی نکنین میگه الله متعال که احکام الله را کلش عملی کنین، در هر وقت هر حکم الله را عملی کنین.